سلام به همه کسایی که این ویدیو رو دارن نگاه میکنن. فکر کنم 2 هفته شد که نبودم و به خاطر امتحانا بود، امتحانایی که خیلی عالی پاس کردمشون و میخوام بگم که یه دونه امتحان دیگه مونده که فردا دارم و الانم ساعت 4 تقریبا تازه بیدار شدم از خواب و هنوز نخوندمش. این تاثیرات شل کردن برای آخرین امتحانه که نمیدونم اصلا چی جوریه و همگانیه، انگار به آخرین امتحان که میرسی دیگه کلا شل میکنی، دیگه نمیخونی، ولی اینم ایشالا بخونم دیگه، پاس بشم و بگذره و بعدشم پس فردا قراره برگردم خونمون و این ترم دیگه کلا به اتمام برسه. من بخوام بگم ترم خیلی باحالی بود، با آدمای خیلی باحالی آشنا شدم، با جاهای خیلی باحالی آشنا شدم، کلا خیلی خوب بود و میتونم بگم 2 ترم قبل و شست و کامل از بین برد و خیلی خوشحالم از اینکه برگشتم به اینجا و دوباره ادامه دادم مسیر رو به جای اینکه دوباره فرار کنم. و توصیه‌ای که به شما میکنم اینه که حتما رو ترساتون پا بذارین، رو هر ترسی نه، ولی رو اون ترسایی که فکر میکنین داره مانع میشه که به زندگیتون ادامه بدین پا بذارین و به جلو پیش برین با همه ترسایی که هست، با همه استرسایی که هست و مطمئن باشین که تهش خوب تموم میشه، تهش به نفع شما تموم میشه. و اینکه ترم اولی هستیم و این مهر ما قراره بریم دانشگاه، این پایین حتما برام تو کامنت ها بنویسین که یه ولاگ برای شما درست کنم، چون کوهی از تجربه هستم که میتونم بهتون کمک کنم که بهترین دوران رو بگذرونید و کمتر توی اون سیاه‌چاله های ترم 1 و 2 بیفتین و بهتر بتونین از پس نمرات و از پس زندگی دانشجویی بر بیاین. حتما اینو توی کامنت ها برام بنویسین. ادامه ویدیو هم خیلی کوتاهه از کافه‌ای که دیروز رفتم و فوق‌العاده بگم کافه خیلی خوشگلی بود. حتما اگه مشهدین سر بزنین و کلی دوستتون دارم و مرسی از حمایت. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه بودین و دیدین. امیدوارم که دوست داشته باشین و لایک یادتون نره. یه چیزی که میخواستم اشاره کنم بهش اینه که توی دوران امتحانات خیلی حواستون به هم دیگه باشه، از لحاظ دوستی و از لحاظ روابط عاطفی و اینا، و زیاد بی احساس نباشین، چون آدمایی رو دیدم که خیلی راحت پا میذارن رو قلب بقیه و اصلا نمیبینن که طرف تو چه دورانیه و توی چه شرایط روحیه و خودخواهانه تصمیمی که خودشون میخوان و میگیرن بدون اینکه ببینن مثلا رو طرف چه تأثیری میذاره و فکر میکنن که طرف اونقدر قویه که میتونه از پسش بر بیاد. خلاصه که این کارو نکنین، مثلا تو دوره امتحانات دعوا دشمنی اینا نکنین با کسی، بذارین این دوره بگذره و بعدش مثلا هر کاری خواستین بکنین. این از اولیش. و دومی که میخواستم بگم اینه که من یه چنلی دارم، چنل موزیک که لینکشو گذاشتم تو بایو همین یوتیوبم. اگه دوست داشتین میتونین جوین شین، اونجا بیشتر با شخصیت من آشنا میشین که البته فکر نمی‌کنم زیاد شخصیت جالبی واسهتون باشه، شخصیت دارک و همچین چیزیه، ولی موزیکای خوبی میذارم بهتون قول میدم.
واسه همین دوست داشتین میتونین جوین بشین. و اینکه دیگه حرفی ندارم و خیلی دوستتون دارم و امیدوارم که امتحاناتتون رو به بهترین نمره پاس کرده باشین و اگه هم پاس کردین که بهتون تبریک میگم که این دوره رو تموم کردین و الان راحت از بی امتحانی و بی درسیتون نهایت استفاده و لذت رو ببرین. این صدایی هم که میاد صدای کولر توی اتاقمونه، یعنی خوابگاهمون که یه کولر برامون گذاشتن که بیشتر صدای مثلا آبشار و اینجور چیزا ایجاد میکنه، اصلا خیلی یه جوریه. خلاصه بای.